الله میگه فلا و ربک لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، مؤمن نیستن. کی نیست یا الله؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینجا سه شرط بیان میکنه، سه شرط است. حالا شما این سه شرط اصل کنین که باید انسانی که میخواد که مسلمان واقعی باشه، مؤمن واقعی باشه، باید این سه شرط در وجودش باشه. هر کس کاغذ قلم پیش خود بگیره و یادداشت بگیره و بگه که خب همین سه شرط در وجود من هست یا نیست. هر کس خودش خود قضاوت بکنه که همین سه شرطی که گفته که ایمان نداره مگر سه شرط از آیت شریف. ببینید همین سه شرط در وجود ما هست. شرط اول است حتی یحکموک فیما شجر بینهم، که این حکم قرار تو را نده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختلافات خود. حالا ببینید ما مثلا اختلافات چی هست؟ اختلافات گاهی سیاسی می باشن، گاهی اقتصادی می باشن، گاهی اختلافات فامیلی می باشن، گاهی اختلافات مثلا در مسائل احکام و شریعت و دین می باشن، گاهی اختلافات مذهبی می باشن. ببین مجموع اختلافات است. اینجا الله میگه که تو وقت مسلمان هستی، تو وقت مؤمن هستی، که وقت در کدام چیز دو نفر اختلاف پیدا کردن چی میکنن؟ حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میدن. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. یک کسی میگه آل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حکم احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده. من همراه شما در یک مسئله اختلاف دارم، هر دوی ما در سر یک مسئله اختلاف داریم. من میگم که این قسم است، شما میگین این قسم است. حالا بین ما حکم کی را قرار بدیم؟ اگر ما گفتیم که حکم حاجی صاحب قرار میدیم، اینجا ضربه به ایمان ما رسید. اگر گفتیم که حکم لوی جرگه را قرار میدیم، در ایمان ما ضربه رسید. الله میگه مؤمن نیستیم. اگر گفتیم حکم قانون قرار میدیم، بریم که قوانین چی میگن؟ میگه ایمان نداریم، خطرناک است. حکم فلانی شیخ قرار میدیم، نظر از او چی است؟ نظرش چی است؟ مؤمن میگه نیستیم. خیلی را حکم قرار بدیم؟ میریم به احادیث و به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله آیت قرآن چی میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم تشریح و توضیح کردن. آیا امی قسم ما داریم؟ در عروسیتان شما جوان هستین میخواین ازدواج بکنین، در عروسیتان الله میگه تو مؤمن نیستی تا وقتی که در مسائل عروسیت مطابق قرآن و سنت فیصله نکنی. اکثرا جوانا هست خوب دیندار است، خوب نماز میخوانه، وقتی که مسئله عروسی شد میگه رواج ما این قسم است. رواج هم یک بت است در بین قلب. چرا؟ و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، آیت قرآن میگه که وقتی بهشون گفته شود که اتبعوا مطابقت بکنید از ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه میگه یا ما مطابقت میکنیم آنچه که رواج های ماست، از پدرای ما بر ما مانده. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، الله میگه پدرایشان عقل هم نداشتن و هدایت هم نشده بودن. این عادت مردمای جاهلیت. پس شما سعی کنین که یکی از بت‌های خطرناکی که در عصر قبل از عصر رسول الله صلی الله علیه و بود، بت چی بود؟ بت رواج است، بت عادات است، بت تقالید است، مجسمه هستی در قلب است. افرأیت من اتخذ الهه هوا. شما سعی کنین اینجا آیت قرآن میگه کائنات دی کسایی که معبود خود چی گرفته؟ خواسته های نفس خود گرفته. ولی خواسته نفس خود مجسمه نیست که پیش رویت بانی برش سجده بکنی، بلکه مطابقت از خواسته های نفس، از قوانین ازی اینه میگشتانه نشست. افرأیت من اتخذ اله، اله ما شما گفتیم کسی را میگه که ذاتش عبادت میشه و قانون شریعت چی میشه؟ تطبیق میشه. پس الله میگه ندیدی کسایی که افرأیت من اتخذ الهه، معبود خود که او را عبادت میکنن، از احکام از اطاعت میکنن، کی است؟ خواسته های نفسش است. و آیت دیگه میگه که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما مطابقت میکنیم آنچه را که ما الفت گرفتیم از کی؟ از پدران ما. خب اینا لیست شرطی که در آیت قرآن که میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم از به پروردگارت که اینا ایمان ندارن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم. خب مثلا یک نفر میگه که والا ما یک اختلاف داشتیم، فلانی عالم آمد و مطابق آیت قرآن و احادیث بر ما خواند و عمل کردیم.
ایمان ما صحیح شد؟ میگه نه ایمان صحیح نیست، شرط دوم داره. شرط دوم چی است؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. باز در فیصله حرج و دلتنگ نباشه. بعضی کسا هست که احکام بشنوه میگه والا سید من خو قبول کردم همین نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله خواندم، سر هر آیت توقف کردم، نه اما دلتنگ است، میگه والا بسیار دلم تنگ است، همین کاش که قسم نمیخوانه میره زود میخوان. یا من می فیصله را در قضیه قبول کردم، کاش که این قسم نمیشد، والا دلش تنگ است. قبول کرده، لکن الله میگه ایمانت وقت قبول میشه که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. از فیصله های رسول الله صلی الله علیه و سلم باید دلتنگ نباشه. خب یک نفر میگه من فیصله را هم قبول کردم و دلم تنگ نیست، ایمانم تکمیل شد، آیت قرآن میگه نه یک شرط دیگه هم داره، باید 3 شرط در وجود تو پیدا شود. و شرط سوم چی هست؟ و یسلم تسلیما، که به قرآن و بر سنت 100% تسلیم باید شد.